رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلی الله علیه و سلم. اما بعد، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان عزیز، امروز درباره شکننده های روزه صحبت میکنیم. شکننده های روزه، چه چیز روزه را میشکند، یا که مفسدات روزه، یا که آنچه که روزه را باطل میکند. شکننده های روزه دو نمود میشوند. یکی از نمود شکننده های روزه این است که آن چیزی که از بدن خارج میشود، مثل همبستری کردن با همسر، مثل که به زوری قی کردن، سانی که به زوری قی میکند، میبرد، میپرتاود، قی میکند، مثل حیض و مثل حجامه. این چیزایی که ما نام بر کردیم، اینا چیزایی هستند که بدن انسان اگر برآمدن ضعیفش میکنند. برای همین از جمله شکننده های روزه به حساب میروند. برای چی؟ برای که انسان ضعیف میکنند. هم ضعیفی روزه، انسان وقتی که روزه میگیرد هم ضعیفی روزه است، و هم وقتی که خون مثلا گرفته میشود از بدنش، یا که از زن حیض میرود مثلا، ضعیف میشود زن. برای همین روزه‌دار ضرر نبیند. برای همین این از جمله چی شکننده های چی روزه به حساب می رود که انسان ضرر نبیند در بدنش. دویم نمود آن از شکننده های روزه این است که انسان فرو میبرد، مثل خوردن، نوشیدن. این چی است؟ این شکننده هایی که دویم نمود شکننده هایی که خوردن و نوشیدن روزه را میشکنند. الله عز و جل در این آیت بعضی از مفسدات یا که شکننده های روزه را نامبر کرده است. در سوره بقره 87 آیت: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الله می‌فرماید که با آنها ای با همسرانتان هم بستری شوید، هم خوابگی کنید، و آنچه را الله عز و جل بر شما مقرر فرموده طلب کنید و بخورید و بیاشامید تا رشته سپید صبح از رشته سیاه شب برای شما آشکار گردد. سپس روزه را تا شب به اتمام رسانید. در همین آیت الله عز و جل همون اصلی شکننده های روزه را نامبر کرده است، مثل خوردن، مثل نوشیدن، مثل همبستری کردن. ای همین سه چیز اساسی شکننده های روزه کی است. همین را الله در این آیت نامبر کرده است که وقتی که شام که شد چه میگه؟ همبستری کنید و بخورید و بنوشید تا بامداد. در همینجا بیان کرد شکننده های روزه گفتیم یک ماشی بود، خوردن و نوشیدن و همبستری کردن. و دیگر شکننده های روزه را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در چی؟ در سنتش بیان کرده است برای ما. خلاصه شکننده های روزه یا که مفسدات روزه 7 تا هستند. یکم برای خلاصه نام برش میکنیم: همبستری کردن با همسر، دویم خودرضایی کردن، سوم خوردن و نوشیدن، چهارم آنچه که به معنای خوردن و نوشیدن است این شرح میتیم، پنجم برآوردن خون مثل به حجامه یا دیگر چیزها، ششم قی کردن، قصدن قی کردن، هفتم برآمدن خونی حیض یا نفاس از زن. اینا بودن چی؟ اصل شکننده های چی؟ شکننده های روزه. حاضر اینها را با تفصیل با دلیل هاش بیان میکنیم. یکم گفتیم شکننده های روزه این چی است؟ همبستری کردن. این یکی از بزرگترین شکننده ها و بسیار گناه بزرگی دارد. این چی است؟ کسی که در روز رمضان با همسر خود قصدن، عمدن، یعنی که نیت کند، اختیار داشته باشد، بیان یعنی که همون شرمگاه زن یا شرمگاه مرد در شرمگاه زن درآید، در کدام چیز نباشد درآید. در این حالت مجرد در آمدن وی شرمگاه زن در شرمگاه مرد، این چی؟ روزه آنها فاسد می شود. آب ریخت، آب من ریخت یا که نریخت شرط نیست، اما مجرد در آوردن همون شرمگاه در شرمگاه زن یا که از مرد و زن، مجرد در این حالت چی؟ آب ریخت یا که نریخت روزش می شکند. پس برای او سه چیز است. برای او توبه است، باید توبه کند، بعد روزش نخرد تا نماز شام باید دوام دهد، روزه را تا نماز شام دوام دهد. و یک قضایی دارد، بعد اون روزه قضایی گیرد. و کفارت دارد، کفارت مغلظه میگن، کفارت سخت دارد. دلیل این کفارت چیست؟ حدیث از ابی هریره رضی الله عنه قال، ابو هریره روایت کرده است، فرمودند: جاء رجل الى النبي صلی الله علیه و سلم، مردی پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: فقال هلكت یا رسول الله، گفت هلاک شدم ای رسول الله. قال وما اهلكك، چی تو را هلاک کرد؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، گفت با همسر خود هم بستری و هم خوابگی کردم در روز رمضان. قال هل تجد ما
تعتق رقبه، آیا تو یگان سه داری که یک غلام کنیز رهایی کنی، یعنی پول داری که غلام خری و رهایی کنی؟ قال لا، گفت که ندارم. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، آیا تو قدرت توانایی داری که 2 ماه پی در پی روزه گیری؟ قال لا، گفت که نه ندارم. قال هل تجد ما تطعم 60 مسکینا، آیا تو یگان ما خوراک داری که 60 مسکینه بخورانی، 60 مسکین طعام بدهی؟ قال لا، گفت که نه ندارم. خلاصه حدیث درازه. خلاصه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه در یک طرف میایستد و یک مردی برای او چی میارد؟ خلاصه یک سبتی در سبت خرما میارد، بعد به اون انسان به اون که همون کسی که همبستری کرده است در روز رمضان، خلاصه میگه که فریاد میند میگه که اینا بر صدقه بده، 60 مسکین بخورن. بعد میگه که برای کی؟ بعد میگه برای مسکین. بعد میگه از من مسکین تر خلاصه در همینجا. بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و میخندد و میگه که برای به نفس خود صدقه کن. خلاصه همه را صدقه میکند. حدیث در بخاری مسلم است. برای همین در همبستری کردن در روز رمضان چی است؟ هم روزه را میشکند و هم قضایی دارد و هم کفارتی بزرگی دارد. در یگان چیز کفارت نیست، مگر در میشکننده ای که همبستری با همسرش است، همبستری به همسرش قصدن هم روزه را بشکند، کفارت ندارد، قضایی دارد، کفارت ندارد. دوم شکننده های روزه این چی است؟ استمنا میگن، خودرضایی. خودرضایی معنی چیه؟ معنی که آبی منی را ریزاندن با دست خود. دلیل که همین خودرضایی از شکننده های روزه است، الله عز و جل در حدیث قدسی میفرماید که درباره روزه‌دار یترک طعامه و شرابه و شهوته من اجلی. در حدیث قدسی پیغمبر اکرم چی میگه صلی الله علیه و الله روایت میند، میگه یترک، الله میگه که ترک میکند طعامش، یعنی که خوراخوری و نوشیدن و شهوتش برای من ترک میکند. در همین معنی دارد که طعامش، نوشاکیش، شهوتش اگه خورد روزش میشکند، اگه نوشید روزش میشکند، اگه شهوتش خود رضایی کرد در این حالت چی روزش میشکند. آبی منی که برآمد، آبی منی چی است؟ روزه را میشکند. حدیث در بخاری است و در امام مسلم است. و در اینجا یعنی که برآوردن آبی منی به شهوت، برای میگه یعنی که برآوردن آبی منی از شهوت است. الله میگه که شهوتش برای من ترک میند، شهوت است. وقتی که آب برآورد شهوتش گرفت، روزش میشکند. خاصه کسی که در روز رمضان قدر رضایی کرد، واجب است برای او توبه کند برای کاری کردگیش، کاری بزرگ، گناه بزرگی کردگیش. دوم همون دوام روزه گیرد. سوم همون روز بعد رمضان قضا گیرد. اگر که انسان یعنی که در وقتی آغاز کرد برای چی؟ برای خود رضایی، پس زود بس نکرد، تأخیر نبرد، آبش نریخت، در این حالت روزش نمیشکند. برای او توبه است، روزش درست است، نه که توبه میکند برای که آب نریخت. در حالتی که آب نریخت روزش نمیشکند، برای او توبه کند و از این کارهای فساد و از این کارهایی که انسان به شهوت میبرد، چیزی که به شهوت میبرد، مثل همون صورت‌های تماشا میکنه یا همون فیلم‌هایی که نگاه میکند، از آنها دوری جوید و از همون خاطره‌هایی که به چی میاند، به ذکر و به قرآن‌خوانی مشغول شود، از این کارا دور میشود ان شاء الله. اما برآمدن مزی پس در درستترین قول علما روزه را نمیشکند. گفتیم سوم از شکننده‌های روزه این چی است؟ خوردن، آشامیدن و نوشیدن. معنای چه داره؟ معنای خوردن و نوشیدن این معنای چه داره؟ معنای رساندن طعام یا شراب به واسطه دهان به چی؟ به معده، یعنی فرو بردن مثلا. باز یا که در آوردن به درون، یعنی به درون به معده، یا که به شکم در آوردنی چی؟ یا که خوراک باشه یا که به واسطه بینی باشد. داری مثلا چیکاند که برود، داری اگر چیکاند واسطه بینیش داری چکاند که همون داری به حلقش رود و به درونش رود، این به چی میشود؟ این به همچون یعنی که هم خوراکه حساب میشود، مثل خوراکه روزه را میشکند. خیلی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث خود میفرماید، حدیث امام ترمذی 631، و بالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما. حدیث در امام ترمذی است. پیغمبر میگه بالغ فی الاستنشاق، یعنی که وقتی که در غیر روزه میگه بالغ، یعنی آب بگی در میگه سخت بکش در غیر روزه. بالغ فی الاستنشاق یعنی که آب در بینید و سخت بکش تا بالا برود. الا ان تكون صائما، مگر که چی؟ روزه دار باشی. یعنی در حالت روزه آب به بینی کشیدن، بالا بردن سخت، کشیدن سخت به بینی درست نمیشد. برای شاید که آب به واسطه بینی به چی؟ به درون آب رود، از یعنی که آب فرو برد، پس در حالت روزش میشکن. برای پیغمبر من که صلی الله علیه و سلم از این جهت، یعنی که اگر که داری باشد و بینی انسان چک کند و به حلقش رود، روزش میشکن. برای انسان باید کوشش کند که یا که بعد شام کند یا که اگر در حال ضرورت باشد هم خیلی چک کند که به فروش نبرد. برای اگر که در آمدن آب به واسطه بینی اگر که تأثیر نمیکرد، پس پیغمبر من نمیکرد. برای این انسان باید کوشش کند که بر حذر باشد، اگر که حادث ضرورت هم باشد
بکند یا که به حلقش نرود، که به حلقش رفت روزش میشکند. چهارم گفتیم از شکننده های روزه این چی است؟ آن سه که بجای خوردن و نوشیدن است، غیر خوردن و نوشیدن. مثل چی است؟ مثل یعنی که به انسان خون گذرانیدن، مثال خون میگذرانند به انسان، مثلا در حالتی که انسان بچی دچار آمده است، یعنی خون به خون روی دچار آمده است، خونش بسیار رفته است، در حالت به او خون میگذرانند. در حالت خون گذرانی گفتیم وقتی که خون روی شد، خون رفت از انسان، پس به او خون میگذرانند. در حالتی به او خون که گذراندن، همون خونی گذراندگی رو ذره میشکند، برای مثل غذا است، مثل طعام و شراب برای بدن. خون گذراندن در این حالت خون گذرانی به انسان، خونش رفته باشه روزه رو میشکند. دیم همون چی است؟ اوکال میگن کو، اوکال یک حقنه ای که انسان میگیرد، اوکالی که میگیرد، اگر اون اوکالی غذا باشد، مثل چیش میگن کو گلوکوز مثلا، که دیگر اوکال هایی که به انسان تقویت، به بدن انسان تقویت میبخشند، یعنی که انسان وقتی که اوکال میزنن انسان خیلی نیرو قوت میگیرد. در اون حالت قدم اوکالی که غذاناک باشد روزه را میشکند. به جای چی است؟ به جای خوردن و نوشیدن است، روزه را میشکند. خلاصه دیم نمودش اوکال هایی که غذا نیستند، اوکال های عادی مثل پنسیلین و انسولین و دیگر چیزایی که مثل این خاصه دیگر چیزایی که غذاناک نیستند، دیگه اوکال ها این که از طریق در رگ میزنن یا که در موشک های بدن میزنن، اینها روزه را نمیشکنند. روزه را نمیشکنند. نه که انسان باز احتیاط کند، همین اوکال ها هم اگر بیگاهی زند اولاتر است. نه که اگر در حالت ضرورت باشد، احتیاج داشته باشد، هیچ باکی ندارد، روزه را نمیشکند. برای اوکال های غذاناک فقط میشکنند. اوکال هایی که غذاناک نباشند روزه را نمیشکنند. باز همون بعضی چیزا هستن کو میگن همین مثلا وقتی که گرده های انسان چی میشوند کو همون از کار میبرند، برای گرده های انسان اثر نو، یعنی که همون خون در آوردن و برآوردن، خون یعنی که خون الش کردن انسان، وقتی گرده های انسان اشکی هستن، برای همون خون ایسر تازه کردن و با در آوردن ایسر دویم بارن، یعنی بعد در همون خون بعضی چیزا میذارن که بعضی چیزای غذایی است، مثلا برای همین خون علش کردن و برای که سبب مثلا سریهای گرده هستن خون علش میرن. در این حالت روزه را میشکنند، اما خونه که خون میگیرن و اثر خونی نوش میاندازن، در این حالت روزه را میشکنند. همون خاصه پنجمش برآوردن خون به حجامه، برآوردن خون به حجامه. خلیفه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میگه افطر الحاجم والمحجوم، حدیث در ابو داوود است و در دیگر چیام هستن، در دیگر مسندای امام هستن، امام احمد روایت کرده. خلاصه در این مسئله ای که حجامت روزه را میشکند یا که نمیشکند، در این مسئله اختلاف است. جمهور علما میگن که روزه را نمیشکند و دلیل حدیث ابن عباس میارد که ابن عباس رضی الله عنه از پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که میگه که احتجم و هو صائم، احتجم و هو محرم. نمیشه اختلاف کردن که همین حدیث آیا که حجامه کرد و محرم بود در حج بود یا که حجامه کرد در چی بود در روزدار بود. در اینجا اختلاف کردن. جمهور علما میگن که روزه را نمیشکند، ولی دیگر علما میگن که میگن که به همین دلیلی که پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه وقتی که در حدیث شداد ابن اوس میگه افطر الحاجم والمحجوم، ای روزه کسی که حجامه میکند و کسی که اون خون میگیرن، هر دوش میگه میشکنند. حجامه که اون انسان حجامه میکند در حالی که روزه دار باشد و همون بیشتر و همون یک چو میکشیدن خون به دهان به قوای دهان میکشیدن، در حالت میگه چی روزه را میشکست. بس حجامه که میکند درسترین قول، یعنی که درسته و گویم که اختلاف کرده. از خلاف برآمدن همین است که انسان اگر که نکرد در حجامه در روز رمضان اولاتر است، برای که وقتی حجامه کرد همون حجامه کن هم خودش ضعیفه، بدنش برای روزدار است و هم خونش که میگیرن ضعیف میشود، چون که روزش میشکند، به همین سبب ضعیف میشود و ممکن اگان بیماری دچار میشود. برای همین میگن که وقتی حجامه کرد روزش میشکند. ولی حالت اگه از خلاف برآمدن نکردن حجامه در وقتی در وقت روزداری اولاتر است، از خلاف برآمدن. خاصه در قیاس به همین که خونگیری، حجامه معنای خونگیری دارد از بدن، قیاس به همین کردن یعنی که انسانی که خون میدهد، مثلا نیم لیتر یا 1 لیتر خون میدهد به خون، یعنی که خون چی میکند؟ خون خیر میکند به مردم. مثلا کسی یکون از بیمار است چی است، در این حالت میگه اینم روزه را میشکند، برای که از بدن انسان وقتی خون که میگیرن خون زیاد و ضعیف میشود. اینم قیاس به همین حجامه میگه روزه را میشکند. کسی که خون مثلا میدهد به یک به انسان میراد خون میدهد، مثلا کسی بیمار است، خاصا نمودهای خون چی است، در این حالت میگه همون کسی که خیر میاد خون فروختن درست نیست، خون خیر میکنن بی پول. برای همین خیر کردن خون میگه همون انسانی که خیر میاد خون و روزش میشکند و یک روز بجای همون روزش روزه میگیرد. اگر کسی که بینیش خون رفت، مثلا بینیش خون رفت و روزش میشکند، نه روزش نمیشکند، برای که اختیاری نیست، خودش خون اومدگی است، به غیر اختیاری خودش برنامه روزه رو نمیشکند، خون از بینی که میاد. اما برآمدن خون به کندن دندان یا که اگه چی داشت زخمی داشت خون برآمد، یا که
خون مثلا برای آنالیز گرفت، خونی کمک که برای آنالیز میسپارن مثلا. یعنی حالتا این به معنای حجامه هم نیست، معنای حجامه هم نیست و حجامه تاثیر حجامه را ندارد. برای همین میگه روزه را نمیشکند، روزه را نمیشکند. گفتیم ششم چی است؟ ششم میگه که قی زدن قصدن قی زدن. برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث خود میفرماید، در حدیث امام ترمذی 720 میگه من زرعه القی فلیس علیه قضاء. کسی را که قی مجبور کرد، یعنی که اختیاری نیو، قی خودش آمد، یعنی که از درونش برومد، خودش دیگه اختیار ندارد که وای بقفد، برومد و قی زد به اختیار خود، به اختیار، در این حالت روزش نمیشکند، قضایی نمیگیرد. و من استقاء عمدا فلیقضی. و کسی که به زوری دستش انداخت در گلوش، در دهانش انداخت و به زوری قی زد، در اون حالت روزش میشکند و یک روز باید چی روزه گیرد. ابن منذر روایت میگه که میگه اجمع اهل العلم على ابطال الصوم من استقاء عامدا. ابن منذر میگه روایت اجماع روایت میگه که کسی که به زوری انداخت، دستش انداخت و قی کرد به زوری، میگه که اجماع اهل علم که روزش میشکند. گفتیم هفتم برآمدن خون حیض باشد یا نفاس، روزه میشکند. چون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میگه الیس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم. حدیث در بخاری 304. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میگه که آیا وقتی که زن حیض کشید، وقتی که زن حیض شد، یعنی حیض گفتیم نفاس هم در بر میگیرد، حیض کشید روزه نماز نمیخواند و روزه نمیگیرد. معنای چی دارد؟ معنایی که وقتی که زن حیض کشید، نفاس کشید، نه روزه میگیرد نه نماز میخواند. معناش که روزه گرفتگی درست نیست، روزه را میشکند. اگر زن خون دید یا خونی حیض باشد یا که نفاس باشد، روزش فاسد میشود، حتی اگر که پیش از نماز شام به یک لحظه باشد. پیش از نماز شام کشید، خون که آمد، روزش میشکند، حساب نیست. نه اگر که حس کند که همچون حیض اومده است یا که چی یکی نبرآمد، در این حالت روزش درست است و قضایی ندارد. زنی حیض دارد، ماهانه دارد یا که نفاس، اگر خونش قطع شد شب نیت کرد روزه را که بامداد شد، پیش از آوازی کردنش، یعنی که خونش قطع شد و نیت کرد روزه گیرد و بامداد شد، آوازی نکرده بود. مذهب علما، کافه علما همین است که بیشتر اهل علم که روزش درست است. برای همین بعضی زن‌های هستند که داری میخورند که حیض نمیاد. بهتر برای زن همین است که در همون حال طبیعیش بیستد، به همون چی که الله نوشته است برای او راضی شود، یگان داری نخورد که همون حیض من کند برای روزه گیرد. این بهتر است. برای چی؟ برای که وقتی که انسان زن که داری میخورد، برای که حیض من شود که روزه پر گیرد در یک ماه، ضررهای زیادی برای جسم او میبرد، ضررهای زیاد. شاید که همون ماهانش تغییر یابد، شاید که بسیار ضررهای در بدنش بیاره. برای همین بهترش برای او که داری نخورد، هم خیلی که هست، همون چند روزی که ماهانه شدید در رمضان، همون رو بعد اون قضایی میگردش باقی ندارد. و همه این شکننده های روزه که ما گفتیم، شکننده های روزه غیر حیض و نفاس در سه حالت روزه رو میشکنند، در سه شرط روزه رو میشکنند. یکمی آنها که به همون حکم جاهل نباشد، دانا باشد، بداند حکمه، جاهل باشد، روزش نمیشکند. دوم فراموش نکند، مثلا انسانی که روزه رو میخورد و روزه داره فراموش میکند. برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که انسان فراموش میخورد، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماد که من نسی و هو صائم، کسی فراموش کرد در حالتی که او روزه دار بود، فاکل او شرب، پس خورد و نوشید و فلیتم صومه، پس روزش بدارد، دوام دهد، فانما اطعمه الله و سقاه، هراینا الله عز وجل غذا و طعام داده است، یعنی الله او را غذا داد، طعام داد. حدیث در چی است؟ بخاری مسلم. برای این روزه را نمیشکند، کسی که فراموش خورد روزه را نمیشکند. بعد سیم شرط همین است که گفتیم یکم جاهل نباشد، دوم فراموش نکند، سیم اختیار داشته باشد، یک کس مجبورش نکرد، یک کس مجبور روزه را بشکن، مجبور کردش، روزش نمیشکند. در این حالت بعضی چیزای ما میگیم که روزه را نمیشکنند، مثل چی؟ مثل بعضی اوکال‌هایی هستند که از پس میزنن، اوکال، کسی که مرای دارد مثلا اوکال میزنن، یا که در چشم چکاندن چی؟ قطره چشم، یا که در گوش چکاندن، یا که دندان کندن، یا که داری کردن همون زخمی، اینا روزه رو نمیشکنن. ولی انسان باید احتیاط کند که بچی مثلا در وقتی در بینی که میکند، بچی فقط در بینی را برای که بچی نرود، به درون نرود. یا که یک بعضی چیزهای چی هستند، همون تابلتکه هایی که برای علاج هستند، در زیر زبان میگذارند. برای بعضی انسان‌ها چی دارن؟ این تنگ نفسی دارن، در همون زیر زبان میاندازن، داری را که همون علاج باشد برای او، یعنی که تبابت شود یا که شفا یابد. اینا در حالی که انسان همون همون وقتی که آب شود، آب همون فرو نبرد، در زیر زبانش ماند و نه که فرو نبرد، همون آب دهانش به حلقش نبرد، در این حالت نمیشکند، به حلقش برد میشکند. دیگه چیزایی که روزه رو نمیشکنند، مثل که بعضی داری‌هایی که زن از پیش میاندازد از شرمگاهش، یا که بعضی داری‌ها که میشوید، یا که منظار، بعضی چیزا که یعنی که
از واسطه شرمگاه زن چی میکنند؟ مینزار اگه فهمید، مینزار مثل کامera است میاندازند در چی برای دیدن که اون بیماری نباشد. یا که مثلا وقتی که طبیب انگشت میاندازد در شرمگاه زن روزه را نمیشکنند، یا که اسپیرال میاندازند در بچه‌دان زن مثلا روزه را نمیشکند، یا که چیزی که در آورده میشود در همون چی جایی که پیشاب میبرد از زن و مرد روزه را نمیشکند، یا که چیزایی که روزه را نمیشکنند تا دندان کردن، تازه کردن، کندن دندان اشکی، دندان را تازه کردن، سیواک زدن، یا که با زبنای پس شیشتن، با همون معجون شیشتن، نکی انسان باید کوشش کند که اون چیز به حلقش نرود. به حلقش رفت فرو برد روزش میشکند. بخوای مدمده اولترش مدمده و غرغره انسان باید نکند برای که اگر غرغره کرد شاید احتیاط نکند او برود. یا که همون داریایی که چی هستن کو برای دهان در دهان میزنن، مثل همون اسم دارن، کسای اسم وای هم در دهان زدنش باقی ندارد، نگه در حالی که وای فرو نبرد، فرو برد درست نیست، روزه را میشکند. خلاصه این بعضی خلاصه درباره مشکننده های چی کننده های روزه که روزه را میشکنند. خیلی گفتیم در چکاندن در بینی اختلاف است بین اهل علم، هیچ باقی ندارد در بینی چکاند اگر احتیاج داشته باشد نکی به حلقش نرود، مثل به حلق رفت خاصی به حلق رفته باشد میشکند. یک چوبچه معده از سیواک باقی ماند در دهانت، اگر سیواک ترمزه باشد و بوی داشته باشد و یعنی مزه داشته باشد و آبی وقتی دهانت اگر فرو بری روزت میشکند، یا که اگر چوبچه آدمو سیواک باشد فرو بری روزت میشکند. برای این انسان باید احتیاط کند. یا که زبنای وقتی که زبنای پس خطی میشه مثلا اگر باقی ماند انسان وقتی چی میند و هم روزه را میشکند. خوردن و آشامیدن نادانسته ایش باقی ندارد، روزه را نمیشکند. انسان باید روزه را نیت کند، هر روز باید نیتی خالص برای خدا کند که روزه پیش رمضان بامداد روزه رمضان را میگیرد. نیت باید خالص برای الله باشد، روزه را گیرد. غیر این بعد خلاصه درباره همینها الله عز و جل روزه ما و شما را به درگاهش قبول کند که دروازه های بهشت باز شدند، دروازه های دوزخ بسته شدند، شیاطین یعنی که شیطان ها زنجیر بند شدند و الله عز و جل در ماه رمضان برای ما هر یک روز از دوزخ رها میکند بنده را. پس ما را از جمله همون بنده های گردان که از آتش دوزخ ما را رها کند. بعد یعنی که عبادت یا که ذکر کردن، عبادت با روزه و نماز و روزه و نماز شب و ذکرها قرآن خوانی نباید انسان زیاد کند که کسی که اجر محروم شد از مغفرت الله در این ماه محروم شد پس او محروم است. و کسی که الله عز و جل در گناهاش بخشید، انسان گناه بسیار دارد، یک فرصتی است برای انسان که گناهاش الله عز و جل بخشد که الله در این ماه خیلی سخی و کریم است که بخشنده است که میبخشد گناههای بنده هاش را. و باید کوشش کنیم توبه کنیم و به الله نزدیک شویم. چیکار گناهایی کردیم توبه کنیم از آنها. این بود امین ماهی شریع، ماه پربرکت رمضان الله عز و جل ما و شما قبول کند و انسان خالص برای خدا روزه را برای که الله عز و جل میگه الصيام لی و انا اجزی به، روزه برای من است و من پاداش اون روزه دار من میدهم. برای کوشش کنیم که روزه ما خالص برای الله باشد و از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله.